سلام تماشاچیان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزف. امروز من به شما درباره نخستین ساختمان کلان و ساختمان نیروگاه برقی آبی در ناحیه مرغاب معلوماتی مختصر می‌دهم. چین در ناحیه مرغاب تاجیکستان نخستین کارخانه کلان اختراج کارکرد معدن کوهی از جمله نقره را بنیاد می‌کند. طبق اطلاع رسمی کارخانه در جماعت یلیچوری ناحیه مرغاب از جانب شرکت چینی SM مینرالیز بنیاد می‌گردد. شادیخان جمشید رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ضمن بررسی بنیاد این کارخانه با چیان لیان مدیر دفتر تاجیکستانی SM مینرالیز اظهار داشته است که این نخستین راهیه کلان در منطقه میباشد. کارخانه کارکرد کان نقره اقچرغه منطقه بازاردره وادی علیچور یکی از نخستین انشاءات استحصالی ولایت در ساحه صنعت کوهی میباشد که در آینده به انکشاف، اختراج و کارکرد کندنهای فایده‌ناک زیرزمینی زمینه با اعتماد میگذارد. بعد پورا به کار انداختن این کارخانه صدها نفر جوانان محلی به کار جلب کرده شده، شماره بیکاران به مراتب کاهش می‌یابد. اظهار داشته است شادیخان جمشید. سازش شده است که اکتشاف و نقدکنی را متخصصان سراداره گیولوژی تاجیکستان یک جایه با نمایندگان شرکت SM مینرالیز انجام می‌دهد. در نظر است که کارخانه معدن تازه‌کنی کان نقره اقچیلگه از سه کارگاه علاهیده از جمله کارگاه سنگ‌ریزه‌کنی طریق تسمه‌چرخ، کارگاه تبدیل سنگ به خاکه و در نهایت کارگاه کارکرد عنصرهای اساسی نقره عبارت خواهد بود. اختیار کارخانه کارکرد 300 تن معدن را در یک شبانه روز تشکیل خواهد داد. اینچنین ما درباره یک ساختمان دیگر که در ناحیه مرغاب از طرف متخصصان آلمان ساخته می شود معلوماتی مختصر می دهیم. تاجیکستان و آلمان در مرغاب نیروگاه برقی اقصو را می سازند. نیروگاه خرد برقی آبی اقصو در ناحیه مرغاب در تابستان سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. این مطلب را عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژی و ذخیره آبی تاجیکستان دیروز در نشست مجلس نمایندگان گفت. گزارش می‌دهد تاجیک تا. نیروگاه خرد برقی آبی اقصو در ناحیه مرغاب در ماه ایولی سال 2019 به بهره برداری خواهد رسید. طرح ساخت‌ساز این نیروگاه را حکومت آلمان سرمایه‌گذاری می‌کند گفته است عثمان علی عثمانزاده. در اساس طرح مقدماتی که خزینه‌اش 4 میلیون یورو برآورده شده بود، این نیروگاه پس از رسیدن به بهره برداری باید ظرفیت تولید 800 کیلووات ساعت برق را می داشت. ولی سرمایه‌گذاران آلمانی پس از بررسی دوباره طرح تصمیم گرفتند که ظرفیت نیروگاه تا به 1,400 کیلووات ساعت افزایش داده شود. از این رو بانک کردیت استاندارد 7 میلیون یورو بر خزینه اجرای طرح افزوده است. چنانکه که ما می‌دانیم برای تاجیکستان مملکت خیتای یکی از سرمایه‌گذاران اساسی و پرقوت به حساب می‌رود. و اگر شما خبر داشته باشید باید یک ساختمان بسیار بزرگ و اهمیت استراتژیکی و اقتصادی داشته برای تاجیکستان باید ساخته شود. این هم باشد گذشتن لوله‌های گاز طبیعی از ترکمنستان به خیتای به واسطه تاجیکستان که 400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد به حساب می‌رود. ما در نوار آینده حتما شما را درباره فایده و ضرر این ساختمان عصر معلومات مفصل می‌دهیم. با ما باشید، بسیار نوار جالب می‌شود. با کانال اگروتک تیجی آبونه و لایک موندن را فراموش نکنید.